حضرت رسول الله گفتن که تقوا میگیم آدم های متقیان تقوا وردن صفت متقیی دارن همیا امتثال اوامر میکنن امر خداوند به جا میارن نصیب خدا امر کرده است او را به جا میارن و اجتناب از نواهی پرهیز کردن از منهیات چیزی را خدا نکرده نکنه گفتد او نظر داره معلوم است خداوند علیم حکیم است هیچی امرش به حکمت نیست هیچ نهیش از ضرر از بیفایدگی نیست این هم تقوا همیه امتثال اوامر اجتناب از نواهی و خداوند همه را هدایت کنه امر خدا را به جا بیارن از منهیات پرهیز کنه این همیه نصیحتی من میشه شما